سلام، خیلی خوش اومدید به ویدیوی من. مرسی که ویدیوی من رو انتخاب کردید. موضوع امروز همون جوری که مشخصه اون پنسایی که نیاز واسه یک الگوی مجلسی رو یاد بگیریم و بعد تابلکس رو روش اجرا کنیم. الان بدون معطلی بریم سراغ کشیدن پنس ها. من برای آموزش این الگو 4 میلیون هزینه کردم. الان کاملا رایگان اینو میخوام در اختیار شما بذارم و ممنون میشم که کانال منو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و که بهم انگیزه بده تا از این آموزش‌ها بیشتر براتون بذارم. ابتدا الگویی که ما نیاز داریم یک الگوی اساس هست. حالا متدش فرق نداره چی باشه، گلاوین باشه، تورک باشه، مولر باشه، فرقی نداره. فقط یه الگویی باشه که دقیقاً کیپ تن شما بدون هیچ آزادی. یعنی شما وقتی میخواید الگوها رو رسم کنیم مثلا نوشته به اضافه 1 تا 2 سانت آزادی، شما اون رو نباید اعمال کنید. این الگو باید کیپ تنتون باشه و حتما یه دونه پنس سرشانه داشته باشه. ابتدا من پنسای جلو رو بهتون آموزش میدم، بعد میریم واسه پنسای پشت. ما برای کار مجلسی یه کار کیپ میخوایم. واسه همین مقدار پنسی که داریم الان برای من 6 سانت هست، نصفش رو میایم بیرون. نصف پنس من میشه 3 سانتی متر. من 3 سانتی متر رو از این قسمت میام بیرون و علامت میدم و اینو به نوک سینه‌مون صفر میکنم. من الان نوک سینه‌م روی خط سینه افتاده، ولی ممکنه که پایین‌تر از خط سینه باشه یا بالاتر از خط سینه. پس ما اینو به نوک سینه وصل میکنیم. پنس بعدی که ما باید بگیریمش پنس حلقه هست که داخل گودترین قسمت حلقه ما باید اینو بگیریم که معمولا 2 تا 3 سانتی متر. باز اینم وصل میکنیم ما به نوک سینه. پنس بعدی که ما باید بکشیم پنس نقره‌ای هستش که به چه صورته؟ ابتدا ما باید خط آکاردمان رو بکشیم. خط آکاردمان ما هم بستگی به کاپ سینه‌مون داره. اگه کاپ سینه‌تون 75 از نوک سینه‌تون 7.5 میاین پایین. اگه کاپ سینه‌تون 80 از نوک سینه 8 سانتی متر میاین بیرون، یعنی تقسیم بر 10 میکنیم. 1/10 رو میایم پایین. حالا مثلا من یه کاپ 75 رو در نظر میگیرم که باید از نوک سینه 7.5 بیام پایین و خط آکاردمان من شکل میگیره. این خط رو میکشم و از قسمت پهلو از این نقطه 1.5 سانتی متر میرم بالا و به نوک سینه وصل میکنم. این پنس نقره‌ای ماه. یه دونه پنس دیگه هم داریم که اگر اشتباه نکنم بهش میگن پنس طلایی. هر جای نوک سینه‌تون بود یه دونه خط بکشید تا خط CF، یه خط مستقیم، و از اون خط 1 سانتی متر برید بالا و به نوک سینه وصل کنید. برای من روی همون خط سینه در اومد. خب واسه قسمت ماهیچه کردن پنسمون و اون لقیایی که هست که بگیریم که دقیقاً کیپ تنمون باشه و هیچ چین و چروکی ایجاد نکنه، باید بیایم 2 تا اندازه رو بگیریم. یک، همین خط آکاردمانی که داریم به اضافه پشت، یعنی هنوز من قسمت پشت رو نگفتم، ولی خب این خط آکاردمان رو که ما کشیدیم واسه قسمت پشت هم لحاظش میکنیم. حالا قسمت پشت رسیدیم کامل میگمش. میایم خط آکاردمان رو اندازه میگیریم و میشه رینگ الگومون. خط آکاردمانمون میشه رینگ الگومون که 1/2، چون الگوی ما 1/2. مثلا اگر 60 باشه اینجا میشه 30، چون 1/2. بعدش میایم رینگ بدنمون رو اندازه میزنیم. حالا رینگ بدنمون کجاه؟ اندازه پایین سینه، جایی که سوتین تموم میشه، اونجا میشه اندازه رینگ بدنمون. بعد که اونو به دست آوردیم، خب اندازه کامله. اندازه کاملیه، اونو باز 1/2 میکنیم که با این 1/2 برابر باشه. بعد اندازه‌ای که به دست آوردیم 1/2 رینگ بدنمون با 1/2 الگو رو از هم کم میکنیم. مثلا اگر از هم کمشون کردیم شد عددی، عدد 10، اونو میایم تقسیم بر 3 میکنیم.
مثلا اگه اختلافشون شد عدد 10 میایم تقسیم بر 3 میکنیم که بعد باید حالا هر چی شد فکر کنم بشه چی میشه 3 -3. حالا بریم دوباره سراغ الگوی جلو. این قسمت که خط CF مونه میشه 1 پنل 1 و این هم پنل 2 مونه. ما اون عددی که به دست آوردیم بذارید اینجا هم بنویسمش 10. این اختلاف رینگ بدن و رینگ الگو بود. تقسیم بر 3 کردیم که شد 3 -3. حالا ما باید برای قسمت 1/3 این عدد رو به دست بیاریم، یعنی همون 3 واسه قسمت 1. ولی واسه قسمت 2 باید 2/3 رو بریم، یعنی میشه 6/6 که اینا سر جمع میشن 10 که ما از اینجا این فضا رو اضافه میکنیم که الگومون کیپ تنمون باشه. اگر ویدیو رو متوجه نشدید یک بار دیگه توضیحات منو ببینید متوجه میشید. 10 اختلافمون بود، اومدیم تقسیم بر 3 کردیم که شد 3/3. 1/3 این عدد میشه 3/3 که ما باید از قسمت 1 این 3/3 رو وارد شیم و از قسمت جلو 2/3 این عدد رو وارد میشیم، یعنی 6/6. 6/6 هم از اینجا خارج میشیم و بعد اینو میایم از اینجا 1 سانتیمتر مستقیم میایم و بعد هلالش میکنیم و اینم هلال میکنیم. الان اینجا الگوی ما ماهیچه‌ای شد و این فضایی که اضافه بود داخل الگومون کم شد و ما یه الگوی کیپ تن داریم. حالا میایم از این قسمت پایینم باید اینا رو برابر کنیم. از این قسمت که قسمت پنل 2 ما 2 سانتیمتر میایم بیرون و از این قسمت هم 1 سانتیمتر و بعدش میایم اینا رو به هم وصل میکنیم. چون دیگه هم طراحیش کنیم. این شد واسه قسمت جلو. حالا بریم سراغ قسمت پشت. برای قسمت پشت ما میایم دوباره خط آکاردمانمون رو میکشیم. خط آکاردمان هم چطور بود؟ 1/10 کاپ سینه‌ای که هست. کاپ سینه‌ای که استفاده میکنیم که مثلا من جلو 75 بود که شد 7.5 واسه قسمت پشتم همون رو دوباره لحاظ میکنم. چون ما اینجا یه فضایی رو کم کردیم تا خورده حتما اینجا هم همون مقدار رو اندازه میزنیم که 1.5 بود واسه قسمت جلو، واسه قسمت پشتم 1.5 اندازه میزنیم و به نوک سینه صفرش میکنیم که بهتره اگر نوک سینه‌تون پایین خط سینه است به خط سینه وصلش کنید، ولی داخل الگوی تاپلکس هر جا بود مخصوصا قسمت جلو نگهش داریم. حالا جلسه بعدی آموزش تاپلکس کامل نکته به نکته اونجا بهش اشاره میکنم که حتما واسه هر الگویی داخل مجلسی شما باید این پنسا رو ببندید که هیچ لقی داخل کارتون نداشته باشید وگرنه کارتون اصلا قشنگ و سیکه‌دار نیست. خب حالا ما میایم اینجا 0.5 سانتیمتر از اینجا و 0.5 سانتیمتر از اینجا خارج میشیم و اینو وصل میکنیم به پنسمون، خط کمری که به اینجای پنسمون که روی خط کمره و تمام. قسمت پشت همینه. الان ما تمام پنسایی که واسه یک لباس مجلسی، یک دکولته مجلسی لازمه رو داریم. اینجا پنسمون رو تقسیم بر 2 کردیم، نصفش اومدیم بیرون به نوک سینه وصل کردیم، پنس حلقه رو گرفتیم، پنس نقره‌ای گرفتیم، پنس طلایی گرفتیم و اینجا هم دوباره پنس نقره‌ای پشت رو گرفتیم و از اینجا هم 2 تا 0.5 سانتیمتر اومدیم بیرون و صفرش کردیم به خط کمر. الان که نکته دیگه که هست واسه طراحی قسمت پایین لباسه. شما اگر میخواید که لباستون وصل بشه به یک دامن باید تا خط کمر باشه. باید شما از خط کمر 0.5 سانتیمتر برید بالا، 1 تا 0.5 سانتیمتر برید بالا و از اینجا هم 1 سانتیمتر میایم پایین، 1.5 سانتیمتر میایم پایین، 1 تا 1.5 و اینا رو به هم وصل میکنیم و شما میتونید این الگو رو وصل کنید به دامن. ولی اگر که میخواید که یک دکولته مجزا باشه و به هیچ چیزی وصل نباشه هر جوری که دوست داشتید طراحی میکنید. مثلا اگه بخواید فرم جناقی طراحیش کنید از خط کمر مثلا 5-6 سانتی میاید پایین و از اینجا 3 تا 4 سانتی متر میاید پایین و اینا رو به هم وصل میکنید، چه به صورت تیز چه به صورت مثلا اینجا دوست دارید که هلال باشه. دیگه اینا طراحیایی که به خودتون بستگی داره، هر کاری برای جلو کردید. مثلا اینجا قسمت پهلو رو ما 3 سانتی متر آوردیم پایین، از اینجا هم 3 سانتی متر بیارید پایین که اینا به هم وصل بشن، بالا و پایین نباشن. ولی اگر مثلا می‌خواستین که فرم پشتتون جناقی نباشه، صاف باشه، این خط رو صاف برید یا مثلا اینو وصل کنید به خط کمر که دیگه از خط کمر اینجا اصلاحیه‌ای نداشته باشید.
مرسی که تا انتهای ویدیو همراهم بودین. امیدوارم ویدیو مفیدی باشه براتون. با لایک بهم انرژی بدید که براتون از این ویدیوها بیشتر بذارم و حتما کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید و حتما پیج اینستا ما رو فالو داشته باشید که اونجا براتون کلی استوری میذارم و کلی نظرسنجی میذارم که این هفته و هفته‌های آینده چه آموزشایی نیاز دارید که براتون بذارم. کانال یوتیوب منم یک هفته آموزش خیاطی و یک هفته آموزش طراحیه. حالا خیاطی هم الگو کشیه، هم دوخت و دوزه. و قسمت طراحی هم که هر نوع آموزشی که بخواید داخل استوری یا دایرکت بهم بگید که من براتون ویدیو بگیرم. حالا جلسه بعدی که داریم بعد از این ویدیو آموزش خلاقیت در طراحی لباسه که حتما اگر دوست دارید و علاقه دارید به طراحی لباس ازش دیدن کنید. و آموزش بعدش من میام روی همین الگو که پنسا رو همه بستیم و یک الگوی فیت تن داریم براتون یه آموزش دکولته یا یه آموزش تاپلیکس براتون میذارم. مرسی که تا انتهای ویدیو همراهم بودید. لطفا کانال تلگرام ما رو سابسکرایب کنید و با لایکتون بهم انرژی بدید. خدا نگهدار تا یک ویدیوی دیگه.